ممکنه دیگران نخواهند ارتباطات ما رو. مهم نیست که دیگران بخواهند یا نخواهند. مهم آن است که ارتباط ما با یکدیگر به نفع دو ملت و دو کشوره. مهم این نیست که دیگران بپسندن این ارتباط رو یا نپسندن. مهم آن است که ما منافع دو ملت و دو کشور را می‌بینیم. حتما توسعه ارتباطات اقتصادی و تجاری به نفع دو ملت و دو کشور خواهد بود. شاید برخی توسعه تاجیکستان را نپسندند، مهم نیست. اما ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران معتقدیم پیشرفت تاجیکستان پیشرفت ماست. امنیت تاجیکستان امنیت ماست. باور ما اینه که هر گامی که در جهت پیشرفت در کشور تاجیکستان برداشته میشه عزت همه ماست. لذا در این جهت حتما از هیچ همکاری فروگذار نخواهیم کرد و این ارتباط رو مفید می‌دانیم برای دو ملت، دو کشور، منطقه آسیای میانه و یا در ضمن همکاری سازمان همکاری‌های شانگهای، در ضمن سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو. این همکاری‌ها رو بسیار مفید ما می‌دونیم و به نفع منطقه. ما اراده کردیم استقلال را که مردم ما می‌خواهند، استقلال صنعتی، استقلال اقتصادی، استقلال کشاورزی، استقلال در حوزه‌های مختلف رو داشته باشیم و معتقدیم استقلال اقتصادی زمینه برای استقلال سیاسی هم هست. ممکن است دیگران نپسندند. ملت‌ها بیدار شدند، ملت‌ها آگاه شدند. جوان‌های ما امروز فعالند، آمادگی دارند که خودشون حضور پیدا کنند در صحنه. ما با توکل به خدا و با اراده پولادین مردممون اجازه نخواهیم داد استقلالمون مخدوش بشه و حتما با همه ظرفیت‌ها تلاش می‌کنیم که محتاج اونهایی که نمیخوان پیشرفت ما رو ببینن محتاج اونها نشویم.